تاجیکان از خلق و دیار خود افتخار کنید، زیرا این سرزمین و این مردم به افتخارمندی می‌ارزد. میرسد روزی که این ملت مقام و مرتبه خود را باز صاحب می‌گردد، زیرا آن اصیل زاده است. اگر خصوصا در طول زندگیش یعنی برای جامعیت، برای کشور و برای اهل خاندان خدمت کرده باشد، همان انسان یعنی هم در همین دنیا موفق هم در آخرت. یعنی همین گفته‌ها یعنی به همین برادرم مرحوم وابستگی کلا دارد که تا این خدمت کرد، نام و نشان یعنی عمل خیر تا ابدالآباد باقی میماند. اور میراث میگیم، میراث خصوصا هر یکی ما و شما با چه؟ با علم، با معرفت، با کسب، با عملهای خیر، با معامله اینه. انا همین گونه اگر عملها باشد اون خیلی یعنی نامش یعنی از بین نمیرود. و در حق استاد اگر مصلحت‌ها سخن گوید کند، پیامبرمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بعد ادای فرایض در قلب مومن و انسان خرسندی در آوردن و یعنی سرور در آوردن این بهترین عمل است. با سخنها و با عملهایش قلب ما و شما را یعنی فرهمند می‌گردانید. خدا رحمت و مغفرتش کند. و نشانه نیکبختیش همین که عملها کرد و فرزندان نکو دارند، فرزندان صالح دارند، خانه خود دارند و ببینید یار و رفیقان زیاده دارند. برای یک انسان اگر خصوصا صاحب علم و صاحب معرفت و صاحب ادب و صاحب تمیز باشد، اگر روزش شد اجل مهلت به آدمش فرود آمد، ببینید که در همان جنازه یعنی نشانه نیکبختیش یعنی معین میشود، عیان میشود. یعنی امروز ببینید که هزارها نفر، هزارها دانشمندان، هزارها نفرانی که یعنی با فرهنگ و معارف دین بستند و این را پیش برده ایستادند. دیده ایستادیم از جمهوری تاجیکستان، خصوصا از همه برادران، همه این نیت‌های نیک همین برادر هست که می‌بینید هزارها استادان ماشون در این مکان حضور دارد و همه همدردی بیان می‌کنند. این هم نشانه یعنی عمل‌های خیر و نشانه نیکبختی هم مرحوم برادرمان هست. خداوند برای اهل خاندان، برای فرزندانشان، برای برادرانشان، برای یار و رفیقان که از دور و نزدیک در این جنازه حضور دارند و قدم ماندن آمدن، برای همگیشان یعنی خصوصا همدردی بیان میکنیم. و یعنی همدردی بیان کردن هم این نیروی قوت برای اهل خاندان میشود. یک نفر دیگر اگر یک نزدیکش را از دست داد و این تا آمدن مردم خیلی در قلبش یک چی فکرها میبید. وقتی که یار رفیقان آمدند و
کردن خیلی نیرو میگیرد، خیلی قوت میگیرد. برای فرزندانشون خداوند صبر جمیل مجید عظیم و از نامی خداوند و از نامی تمامی اشتراک کنندگان و تمام استادان و تمام یار و رفیقان و اهل خاندان و برادرانشون همدردی بیان میکنیم. خداوند صبر جمیل مجید عظیم عطا کنه و از نام خداوند از نام همگی فرزندان برادران همه خویش نزدیکان یار و رفیقان و استادانی که از دور و نزدیک در جنازه مرحوم برادرمان حضور داریم همه شما را خیر مقدم میگیم و خداوند به سبب خلل ما و شما یعنی سهو و خطاهای مرحوم استاد برادرمان و حسنات بدل بگرداند و برای هر یک انسان دو حق الله و حق الاب. حق الله نماز روزه 5 سال بود و بعد از برادرمان استاد اگر سهو و خطاش دیگه باشد خداوند به سبب دعای ما و شما هم نگیرد بخشد. انسان به سهو و خطا نمیشود. 5 وقت نماز میخونیم سهو و خطا هست بر 10 بار و 20 بار سهو و خطا هست فقط در حق همدیگر دعا بودن. این هم نشانه که ایمانداری هر یکی ما و شماست و حق الاب نبود خیلی داشته باشند. این در اینجا فرزندان و برادران بسیار خوب دارن، خانه خوب دارن، فرزندانشون هستن ان شاءالله به حضور شاهدان بیان ادا میکنن. باور دارم که قرضدار هم نیستن و در اینجا حضرت بابامون هم حضور دارن، از نام حضرت هم با اهل خاندانشون یعنی همدردی بیان میکنن. از نام محترم رئیس شهرمون در اینجا حضور دارن، از نام همه یعنی فرزندان اهل خاندانشون همدردی بیان میکنن. در آخر دعا میکنیم که پروردگارا اولا خیر سفر مرحوم برادرمان خداوند سفر شما به خطر